بس اومدم براتون یه داستان خوب و شیرین بگم. لطفا سابسکرایب کنین و لایک کنین. نزاع 4 نفر بر سر انگور. 4 نفر با هم دوست بودند، عرب، ترک، رومی و ایرانی. مردی به آنها 1 دینار پول داد. ایرانی گفت انگور بخریم و بخوریم. عرب گفت نه، من عنب میخواهم. ترک گفت بهتر است üzüm بخریم. رومی گفت دعوا نکنید، استافیل بخریم. آنها به توافق نرسیدند. هرچند همه آنها 1 میوه یعنی انگور میخواستند، از نادانی مشت بر هم میزدند. بچه اینم از عکسشونه، ببینید کامل. زیرا راز و معنای نامها را نمیدانستند. هر کدام به زبان خود انگور میخواستند. اگر یک مرد دانای زباندان آنجا بود، آنها را آشتی میداد و میگفت من با این 1 دینار خواسته شما را بخرم. 1 دینار هر 4 خواسته شما را بر آورده می کنم. شما دل به من بسپارید، خاموش باشید. سخن شما موجب نزاع و دعوا است، چون ما معنای نامها را میدانم. اختلاف شماها در نام است و در صورت معنا و حقیقت 1 چیز است.